به نام خدا با سلام. ادامه مباحث فصل دوم رو پی میگیریم. ادامه قانون اوم. نکته‌ای که اینجا مطرح هست به این صورته: اگر نمودار جریان بر حسب اختلاف پتانسیل الکتریکی به صورت خطی باشد، یعنی درجه اول باشه برای یک رسانه، به آن رسانه یک رسانه‌های اوهمی گوییم، یعنی از قانون اوم پیروی می‌کند. شبیه IV شبیه این نمودار باشه، به این رسانه‌ها میگیم رسانه‌های اوهمی. با این حال وسیله‌های زیادی نیز یافت می‌شود که از قانون اوم پیروی نمی‌کنند که به آنها رسانه‌های غیر اوهمی می‌گوییم. نگاه کنید، IV اونها به صورت منحنی هست، یعنی از اینجا شروع میشه و به صورت منحنی هست، مانند دیود نورگسیل یا همون LED ها که نمودار جریان بر حسب ولتاژ برای آنها به صورت منحنی است. پس اگر منحنی بود میشه رسانه‌های غیر اوهمی، اگر خطی بود میشه رسانه‌های اوهمی. از اینا میتونیم به دیودها، انواع دیودها و ترانزیستورها نام ببریم. خب حالا عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی. اگه یادتون باشه ما قبلا برای مقاومت فرمول داشتیم R برابر با V تقسیم بر I که گفتیم R به V و I بستگی نداشت. حالا میخوایم ببینیم R به چه عواملی بستگی داره. به 3 عامل بستگی داره: جنس مقاومت که با رو نشون میدیم، طول مقاومت L، مساحت سطح مقطع مقاومت که با حرف A نشون میدیم. با جنس و طول رابطه مستقیم داره و با مساحت رابطه عکس داره. پس رابطمون میشه R مساویه با رو L بر روی A. R بر حسب اوم هست، A متر مربع، L متر هست و رو اوم متر که به رو ما میگیم مقاومت ویژه رسانا. تعریفش به این صورت هست: مقاومت قطعی از رساناست به طول 1 متر و مساحت سطح مقطع 1 متر مربع، که در جدول داخل کتاب این مقادیر مربوط به مقاومت ویژه رسانه‌ها و اجسام مختلف رو در دمای 20 درجه سانتیگراد نوشته که نیازی به حفظ نیست. در امتحانات اعداد ثابتی هستند که به ما میدن، مثلا برای مس یک عدده، برای طلا یک عدده، برای روی یک عدد دیگه است و همینطور الی آخر. یکای مقاومت ویژه که به ترکیب و ساختار آن بستگی دارد در SI برابر اوم متر است. اینم که اینجا اشاره کردیم. نکته بعدی اینه: مقاومت ویژه یک ماده به ساختار اتمی که اون تشکیل شده ازش و دمای آن بستگی دارد. یعنی دما هم روی مقاومت ویژه مؤثره، ولی فرمول تغییرات دما رو رشته ریاضی میخونن، رشته تجربی مطالعه نمیکنن. رسانه‌های الکتریکی خوب مقاومت ویژه بسیار کم و عایق‌های خوب مقاومت ویژه بسیار زیادی دارند. یعنی هم مقاومت ویژه مشابه مقاومت الکتریکی هست. حالا اینجا ما یه نکته مهم داریم که به تعریف نیمرسانه‌ها منجر میشه. موادی مانند گرافیت، ژرمانیوم و سیلیسیوم مقاومت ویژه آنها بین مقاومت ویژه رسانه‌ها و نارسانه‌ها است که به این مواد چی میگیم؟ به این مواد نیمرسانه‌ها میگیم، یا داخل شیمی به اونها شبه فلزات هم گفته میشه، مانند گرافیت، ژرمانیوم و سیلیسیوم هستند. حالا تفاوت رسانه و نیم رسانه چی میشه؟ تفاوت رسانه و نیم رسانه از روی تغییرات دمایی هست. اگر دما رو با حرف T یعنی بر حسب کلوین نمایش بدیم، در رسانه ها اگه دما بالا بره مقاومت هم بالا میره. اگر اینجا حالا به این صورت ما نوشتیم: اگر دما بالا بره مقاومت زیاد میشه و در نتیجه اگر دما پایین بیاد مقاومت هم چی میشه؟ پایین میاد. اینا رو به صورت عمودی باید در نظر بگیرید. اما در نیم رسانه ها اگر دمای ما بالا بره مقاومتمون پایین میاد، رابطه عکس داره. دمامون پایین بیاد مقاومتمون زیاد میشه. یعنی دقیقاً در رسانه ها رابطه مستقیم بین دما و آر، در نیم رسانه ها دما و آر رابطه چی دارن؟ عکس دارن. اینجا هم نوشتیم مقاومت ویژه رسانه های فلزی با افزایش دما زیاد، ولی مقاومت ویژه نیم رسانه ها با افزایش دما کاهش مییابد. پس این یک تفاوت عمده رسانه ها و نیم رسانه ها هست. حالا یه سری مواد دیگه ما داریم به نام ابررسانه ها. در برخی مواد مانند جیوه و قلع با کاهش دما مقاومت ویژه در دمای خاصی به صورت ناگهانی به صفر افت می‌کند. یعنی اینقدر که میشه یه دفعه میشه صفر و در دماهای پایینتر همچنان صفر میماند. به این پدیده ابررسانه‌ای گوییم. ابررسانه‌ای یک حالت خاصی برای برخی از رسانه‌ها هست که
مقاومت ویژه‌شون ناگهانی صفر میشه و رسانه‌های بسیار عالی میشن. اگر ما بتونیم در دمای محیط به جنس یعنی به ابررسانایی پی ببریم، بسیار کمک میکنه در قطعات الکترونیکی که جریانها رو بدون افت عبور بدن. حالا ما برمیگردیم به فرمول قبلیمون. نکته اینجا برای فرمول قبلی داریم، فرمول داشتیم R برابر است رو L بر روی A. رو L بر روی اگه سطح مقطعمون دایره باشه A مساحت دایره میشه پی R2. اینجا نوشتیم. دو تا تناسب میتونیم بنویسیم. اگه بحث مساحت رو داشتیم، خب R با رو L مستقیم با A عکس. R2 به R1، رو 2 به رو 1، L2 به L1، A1 به A2. اما اگر نسبت قطر یا شعاع به ما داد، R2 به R1، رو 2 به رو 1، L2 به L1، R1 به R2 به توان 2 میشه. پس اینو هم باید توجه داشته باشیم. خب حالا چند مثال رو اینجا بررسی میکنیم. مثال اول، سیم مسی داریم به طول 10 متر و شارژ سطح مقطع 2 سانتی متر. مقاومت این سیم چند اوم است؟ رو مس رو داده، پی ام برابر 3. خب ما اول شعاع رو به متر تبدیل میکنیم، ال رو هم داریم، رابطه R مساوی رو ال به A هست، به جای A پی R2 میذاریم، جایگزین میکنیم رو ال بر روی 3 تا 2 صدم به توان 2 که 1.41 در 10 به توان منفی 4 اوم به دست میاد. دقت کنید این برای 10 متر سیم این مقاومت بسیار کمی هست، به خاطر همین در رسانه‌های الکتریکی، در سیم‌های رسانه ما از مس استفاده میکنیم، مقاومت کمی داره. این مثال مهمی هست. دو رسانه فلزی از یک ماده ساخته شده‌اند. وقتی میگه یک ماده‌اند یعنی روهاشون یکی هست. طول یکسانی دارن یعنی ال هاشون هم یکی هست. رسانه‌های آسیم توپری به قطر 1 میلیمتر است. نگاه کنید این ما خودمون شکل کشیدیم. قطرش 1 میلیمتر است، پس شعاعش میشه نیم میلیمتر. رسانه بی لوله توخالی است. شعاع خارجیش 2 میلیمتر، شعاع خارجیش 2 میلیمتر. خوب شعاع رو داده. شعاع داخلی 1 میلیمتر. این داخل 1 میلیمتر است. مقاومت رسانه A چند برابر مقاومت B است. خب با توجه به این شکلی که ما کشیدیم، آر A به آر B رو میخواد. رو و L یکسان هستند. بحث شعاع هم هست. نگاه کنید، یعنی ما میتونیم از این رابطه استفاده کنیم. آر A به آر B میشه آ B به آ A، یعنی با آ رابطه چی داره؟ عکس داره. ولی آ B ما نگاه کنید مساحت خارجی رو باید منهای مساحت داخلی کنید که مساحت این شکل هاشور زده به دست بیاد. پس پی آر بی خارجی به توان 2 منهای پی آر داخلی بی به توان 2 است. بر روی پی آر آ2 اینجا یه بی باید بنویسید. خب از پی فاکتور گرفتیم، شده آر بی خارجی به توان 2 آر بی داخلی به توان 2 به روی آر ای به توان 2. پی ها با هم ساده شدن، اعداد رو جایگزین میکنیم. آر خارجیمون 2 بود، منهای 1 به توان 2 نیم به توان 2 که میشه 4 منهای 1 3 به روی 25 صدم 12. نسبت هم که میدونیم واحد نداره. موفق و پیروز باشید.